7 جای شگفت‌انگیز کردستان که قبل از مرگ نبینی باختی. 1 پل شیشه‌ای روستای نگه. اگه دنبال یه تفریح خاص و دلهره آوری که هیچ کس نرفته باشه و نمونه‌شو تو فیلمای چینی دیده باشی، بیا اینجا که رفت و برگشت 1 کیلومتر باید بین زمین و آسمون باشی. 2 روستای دیوزناو. دیوزناو یه روستای پلکانی سرسبزه که بین رودخانه سیرمان و کوه شاهو بنا شده و به زمین فوتبال اروپاییش معروفه. اصلا تا حالا تو همچین طبیعت زیبا و نابی فوتبال بازی کردی؟ یه سمت آبشار، یه سمت رودخونه. اصلا نگم براتون. 3 روستای حجیج. حجیج تو زبان کردی به معنی دره سبز و عمیقه. همونطور که از اسمش پیداست، تو دره سرسبز و خوشاب و هوا پا میذاری. اینجا پشت بوم خونه حیات خونه دیگه است. بهترین راه رسیدن به حجیج مسیر آبی سلین به حجیج با قایقه که یه تجربه شگفت انگیز میشه برات. 4 روستای سربرد بانه. سربرد یه روستای کوهستانی حیرت انگیزه و مثل یه گنج پنهانه که باید کشفش کنی. آبشار سربرد نگین این گنجه که دیوونت میکنه. 5 چشمه کانیقل. چشمه های این منطقه خیلی معروفن. آبهای سرد و گوارا و فضایی که توش احساس میکنی توی یه دنیای دیگه هستی. 6 روستای سلین هورامان. سلین به سوئیس ایران معروفه. جاده سلین هم که نگم براتون کم از جاده چالوس نداره. اگه رفتی سلین قایق سواری یادت نره. آخه دریاچه سد داریان چسبیده به سلین. 7 روستای پلکانی هورامان. روستای پلکانی هورامان قدمتی 40,000 ساله داره که به عنوان بخشی از میراث جهانی تو یونسکو ثبت شده. آرامگاه پیر شالیار عارف برجسته کرد هم توی این روستاست. اگه رفتی هورامان مراسم‌های باشکوهش مثل پیر شالیار، دفنوازی و رقص‌های سنتیش رو از دست نده. به افتخار کردهای ایران زمین لایک کن و یه جمله در وصف مهمون نوازیشون بنویس.